این زن کوچه ترین مشتری رستورانه. اون بعد از اینکه گارسون استیکی که سفارش داده رو براش میاره بدون هیچ دلیلی شروع به ایراد گرفتن از استیک میکنه تا جلوی دوستاش با کلاس سر به نظر برسه. اما اون نمیدونه با این کارش داره مرتکب بزرگترین اشتباه زندگیش میشه، چون این رستوران یه دستورالعمل مرگبار برای مقابله با مشتریای کوچه‌ای داره. گارسون استیکو به آشپزخونه میبره و بعد از اینکه تمام پرسنل رستوران رأی به کوچه‌ای بودن زن دادن، فرایند مرگبار آماده سازی مجدد سفارش آغاز میشه. اولین مرحله اضافه کردن سس تمدار به سیب زمینی‌های آبپزه. مرحله بعد نمکدار کردن پنیر سفارشه. مرحله اساس بعدی افزودن نمک طبیعی به استیک و در نهایت سرآشپز یعقوب از سالها تجربهش استفاده میکنه و با یه حرکت آکروباتیک غذا رو آماده خوردن میکنه. گارسون به سرعت غذا رو به مشتری کوچه‌ای تحویل میده و مشتری با عشق شروع به خوردن میکنه، چون